سلام افغانستان، روز جمعه شما بخیر. نوید هستم از آلمان. گفتم چند تا خبر خوش به شما بدم. دیگه من تا چند وقت دیگه میام به افغانستان. ما یک نگاه بندازیم دیگه، ببینیم چیکار میشه کرد. یک چند تا شرک تیار کنیم که برای خارجی ها میام دیگه، برای دیدن و تماشا پولم بیارم، خدا خو خرج کنم، مردم هم پول دارشن دیگه، افغانستان هم بهتر شه، حداقل مثل تاجیکستان یا ترکیه بشه که مردم راحت زندگی کنن دیگه. من خواهشم میام دیگه، بر من زیاد زحمت نکشم، از این فرشای سخت نندازم دیگه. من زیاد این کارا خوش من نمیاد. من از هرات هستم، در کابل هم بودم. پشتم هم زیاد خوب نیه، دیر منانه دقیقه در پخولسه رو بلدیم دیگه. باز میایم دیگه و آخر چیزا یاد میگیریم از شما دیگه. روز خوش.